آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و اینچنین سفید کردن دندان ها، اینچنین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده. در شخصیت رحمش حضرت عیسی در جای سیه مونده، حضرت موسی در جای چیلم جا گرفته، جای چیلم. وقتی ایراد گرفتن دعوا کردن که آخی تو پیغمبر خطا برای چی در جای اول نگذاشتی؟ پیغمبر مسلمانو را گذاشتی. گفته است من در اینجا تقسیم نکردم مردم با پیغمبر و غیر پیغمبر. از روی خدمات ارزنده و شایسته شو که چی نقشه داشتن، چی خدمت و چی فایده و منفعت به انسانیت و ودیان، از روی همو تقسیم بندیش کردم. کسی را در پهلوی محمد صلی الله علیه و سلم گذاشته نمیشه. حقیقت هم داره. سبحان الله، یک چشماتون رو باز کنید. در زمانی که انسانیت در خواب جهالت خواب بود، حضرت میگفت که طلب العلم فریضه، طلب کردن علم فرض است. در زمانی که جاهلیت عقل فراست نداشت، پدر و مادرای پیر و کمپین هم میبردن ای خونه بیرونتر در کوه پشت ها میپرتافتن. امروز که در عصر 21 است میبرن در خونه های به پرستارا میپرتوین. حضرت صلی الله علیه و سلم یک جوانی را که نسبت پدرش اندک ناهمواری کرد، گفت انت و مالک لابیک، تو و مالت حق پدرت هستی. پدر حق داره که از مالت هر چیزی که دلش میخواه با قدر ضروری، با قدر لازم حیاتش بیاید بگیره برای استفاده ببره. در زمانهایی که زن همچی یک کالا بود، یک مالی زیادتی، یک مالی نالازم، یک چیزی که هیچ کپیستندش نمیکرد، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که این دنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه. دنیا به حیث متاع است، بهترین متاع دنیا زن صالحه است. در زمانی که مردم به کسته ها تقسیم بدن، به کسته ها طبقه بندی میشیدن، اشراف بده، کمبغل بده، قشاق گدا بده، حضرت صلی الله علیه و سلم همه را حقوقش برابر کرده است. تدان خدا سال 1973 در هلسینکی شرطنامه دکلراسیای حقوق بشر امضا کردند دولت ها. تا امروز هم روز قید میگیرن روزی به امضا رسیدن شد، در صورتی که 1400 سال قبل از این محمد صلی الله علیه و سلم علیه اعلامیه حقوق بشر در دنیا علیه پهن کرده بود. در اخبار اومده است، در تفسیر قرطبی دیدم، میگه در روز فتح مکه حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت بلال در نماز پیشین امر کرد که بالای خانه کعبه برو نماز اذان بگو، مردم رو به نماز دعوت کرد. حضرت هم بالای خانه کعبه برآمد اذان گفت. اصلا قریشی ها دین شکو دین ابراهیمی بود در ابتدا، اما دین دیگه فراموش کرده بودن، مشرک بت پرست شده بودن. از همون شریعت دین ابراهیمی فقط همون خانه کعبه براشون مونده بود که قدری همون خانه را میشناختن، بسیار براشون مقدس بود همون خانه، عزیزش میداشتن. دیدن که یک غلام حبشی که عموما در پیش اینا هیچ قدر قیمتی نداشت، هیچی، بالای خانه کعبه برآمده است، مقدس ترین مکان قریش و مردم اشراف قریش دعوت کرده است که بیای به نماز، بیای به رستگاری. چنان سخت شو رسید که گویا کسی به ناموسش تجاوز کرده باشه، همین قدر سخت شو رسید. 3 نفر میگه ایستاده بودن. این 3 نفر آدمای اندک نیستن، این 3 نفر از اشراف رهبرای قریش هستند. یکیش به نام عتاب ابن اسید. حضرت بعد فتح مکه وقتی که از مکه برآمد، همین شخص والی مکه تعیین کرده بود، گوبرناتور مکه. عتاب ابن اسید گفت الحمدلله الذی قبض ابی حتی لا یرى هذا اليوم. خدا را شکر که پدرم پیشتر مرد و همین شرمندگی را ندید، اگر تلخ کف بشید میمرد. میدید که یک غلام حبشی بالای خانه برآمده است و اذان گفته و اشراف قریش دعوت داره، تلخ کف میشید میمرد. یکیش با نام هشام ابن عبدالله با یک ناراحتی گفت که ما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود مؤذنا.
مگر محمد صلی الله علیه و سلم غیر یمی زاغ سیاه یگان کسی دیگر را نیفت که ما از این تعیین کنم. شخصی سیم شو ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنه بود. ابو سفیان که قبل از فتح مکه مسلمان شده گیای اسلام قبول کرده گیای گفت اینی لا اقول شیئا، ما هیچی نمیگم، نه با او خاطر که با شما هم فکر نیستم، نه ما هم طرفدار شما. اخاف ان یخبر به رب السما، من خوف دارم میترسم که خداوند پیغمبرش آگاه میکنه قول میکنه گوشمال میکنه. واقعا خداوند توسط حضرت جبریل خبر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم که اینطوری گفته است. حضرت هر سهش صدا زد اومدن گفت همین گپا را گفته؟ گفتم بله گفته. و حضرت آیه قرآن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم.